روحانی که از طرف بعضی اسلامگرایان شیعه به ارتداد و محاربه و خداناباوری محکوم شد که در آخر هم توسط همین اسلامگرایان افراطی سلاخی شد. امروز قرار با هم به زندگی احمد کسروی، بنیانگذار جنبش سیاسی و اجتماعی با هدف ساخت یک هویت ایرانی سکولار بپردازیم. با سلام، من ستار هستم و اینجا کاکتوس پادکسته. توی این کانال ما به مسائل تاریخی که کمتر به اونها پرداخته شده میپردازیم و سعی میکنیم این رویدادها رو تا حد امکان شفاف و به دور از قضاوت خدمتتون ارائه بدیم و شما هم اگه به این نوع موضوعات علاقه دارید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و همچنین میتونید برای پیگیری اخبار کانال یوتیوب پیج اینستای ما رو که آدرسش رو در زیر قرار میدیم دنبال کنید. خب وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ اصل مطلب. احمد کسروی در تاریخ 8 مهر ماه سال 1269 در خانواده مذهبی توی شهر تبریز به دنیا آمد. اون توی 6 سالگی به مکتبی در نزدیکی خانه‌شان در محله حکم‌آور تبریز فرستاده شد و توی اون مکتب به یادگیری قرآن و مباحث دینی اسلام به ویژه مذهب شیعه پرداخت. احمد کسروی در 12 سالگی پدرش را از دست داد و به همین دلیل از تحصیل دست کشید و 3 سالی به چرخاندن قالیبافی پدرش مشغول شد. بعد از اون سالها کسروی توسط شوهرعمه‌اش به مدرسه طالبیه که از بزرگترین مدارس تبریز بود فرستاده میشه. کسروی در همین مدرسه با محمد خیابانی که در آن مدرسه تدریس میکرد به طرفدار مشروطه بود آشنا شد. در سال 1285 به همزمان با آغاز جنبش مشروطه توی ایران و به ویژه شهر تبریز، کسروی هم با این جنبش آشنا شد و چندی بعد طرفدار اون شد و به خاطر همین عقاید مشروطه خواهانه از طرف خانواده مورد اعتراض قرار می گرفت. در سال 1287 محمد علی شاه قاجار مجلس رو به توپ بست و میرزا حسن مجتهد که از روحانیون با نفوذ آن دوران تبریز بود، انجمن اسلامی در تبریز به همراه دیگر روحانیون پدید آورد و به مخالفت با مشروطه خواهان پرداخت. البته ایشون در ابتدای جنبش مشروطه طرفدار این عقیده بود، ولی بنا به دلایلی دست به مخالفت با این جنبش زد. کسروی هم در این دوران یک طلبه جوان بود و به خاطر سرکوب و کشتار دولت و همچنین تبلیغاتی که روحانیون علیه مشروطه ایجاد کرده بود نمیتوانست عقاید مشروطه خواهانش رو حتی توی جمع خانواده بیان کنه. در سال 1289 کسروی به درجه روحانیت رسید و در همین سال هم به شدت دچار بیماری شده بود. اما کسروی رفتارهایی در تعارض با فرهنگ روحانیت زمان خودش داشت. مثلا به سخنرانی در مساجد و روزخوانی علاقه‌ای نشان نمیداد و حتی طرز پوشش کسروی متفاوت از سایر روحانیون بود که همه اینها باعث شده بود از طرف مسلمانان و شیعیان مورد انتقاد و اعتراض قرار بگیره. از این رو کسروی خانه‌نشین شده بود و در این زمان بود که به علوم روز و غیر دینی روی آورد و شروع به مطالعه این آثار کرد. در تاریخ 29 آذر ماه 1290 روس‌ها در حمایت از حکومت مرکزی قاجار دست به سرکوب معترضان مشروطه‌خواه در تبریز زدند. کسروی در این دوران مردم را تشویق به مقاومت و حمایت از مشروطه‌خواهان می‌کرد، اما این درگیری میان روس‌ها و مشروطه‌خواهان بعد از 4 روز به پایان رسید و مشروطه‌خواهان از تبریز گریختند و روس‌ها صمدخان که دشمن مشروطه‌خواهان بود رو بر روی کار آوردند. در نتیجه تبلیغات سنگین روحانیون مردم از رفتارهای کسروی به خشم اومده بودند و کسی اونو به عنوان روحانی قبول نداشت و این گونه بود که کسروی روحانیت رو کنار گذاشت و در عرصه روحانیت فعالیتی انجام نداد و خانه‌نشین شد و به مطالعه تاریخ و علوم غیر دینی پرداخت. در تابستون سال 1294 جنگ جهانی اول آغاز شده بود و در منطقه آذربایجان جنگی میان عثمانی‌ها و روس‌ها شکل گرفته بود و حال و هوای آن روزهای تبریز آشفته بود. در این زمان کسروی در مدرسه آمریکایی‌ها در ایران به دلیل بیکاری مجبور به کار شد. البته کسروی هدف دیگه‌ای رو از این کار در این مدرسه دنبال می‌کرد که اون این بود که زبان انگلیسی رو یاد بگیره و زبان عربی رو هم در کنار یادگیری زبان انگلیسی به دانش آموزان یاد بده.
در این مدرسه کنار مسلمان‌ها مسیحیان هم مشغول تحصیل بودند. کسروی از طرف مسیحیان و روحانیون تبریز مورد آزار و انتقاد قرار می‌گرفت. در سال 1295 بعد از بسته شدن مدارس، کسروی عازم سفر شد و به تفلیس رفت و از آنجا به باکو، اشخاباد و مشهد هم سفر کرد و در مهر ماه همون سال باز هم به تبریز برگشت و در مدرسه آمریکایی‌ها مشغول تدریس شد. در این سال بحث‌هایی میان کسروی و مسیحیان صورت می‌گرفت. این بحث‌ها تا جایی پیش رفت که بعد از تمام شدن مدرسه برخی از دانش آموزان مسیحی کسروی رو دنبال کردند و عباشو کشیدن و بردن و همین کافی بود تا کسروی از مدرسه استعفا بده. در سال 1296 نیکولای دوم آخرین تزار روسیه توسط بولشویک‌ها کشته شد و کمونیست‌ها به رهبری لنین حکومت شوروی رو در روسیه تأسیس کردند و این انقلاب باعث شد که سربازان و افراد روس از ایران خارج بشن. البته باید اینو بدونید که این خارج شدن به همین سادگی هم نبود و روس‌ها خرابی‌های زیادی رو در ایران به وجود آوردن که از معروف‌ترینش میشه به ویران کردن شهر خوی اشاره کرد. در این زمان فضای سیاسی آزادی در ایران ایجاد شده بود و همین کافی بود که محمد خیابانی در تبریز حزب دموکراتی را تأسیس کنه که کمی بعد کسروی هم به این حزب پیوست و به همراه دوست خود یعنی خیابانی شروع به مبارزه برای آزادی کردند. در این سالها بیماری مثل وبا شهر رو فرا گرفته بود که باعث شد کسروی مادرش رو در این سال از دست بده. اما این فضای آزاد سیاسی خیلی دوامی نیاورد و توی سال بعد عثمانیان وارد تبریز شدند و حزب دموکرات تبریز رو منحل کردند و حزب اتحاد اسلام رو به جاش تأسیس کردند. گروهی از دموکرات‌ها به این حزب ملحق شدند اما کسروی در میان اونا نبود. از دیگر دموکرات‌های تبریز تغییر رفعت به همدستی عثمانی‌ها روزنامه‌ای به اسم آذرآبادگان رو تأسیس کرد و به تبلیغ پانتورکیسم پرداخت. اما عثمانی‌ها که در جنگ جهانی در گروه متحدین بودند از کشورهای متفقین شکست خوردند و تبریز و ایران رو هم در همون سال رها کردند و حزب اتحاد اسلام هم فرو پاشید و کسروی و خیابانی دوباره حزب دموکرات تبریز رو احیا کردند و کسروی افراد پانتورکیسم رو از حزب بیرون کرد و به زبان فارسی و ملیت ایرانی در آذربایجان اعتبار بخشید. اما در حزب دموکرات تبریز میان خیابانی و کسروی اختلافاتی ایجاد شده بود که در نتیجه این اختلافات حزب به دو دسته تقسیم شده بود و کسروی دسته تنقیدی اون رو تشکیل داد. از کسروی درخواست شده بود که به مبارزه با خیابانی بپردازد و همچنین درخواست‌هایی شده بود که با خیابانی همراهی کند که کسروی هیچ کدام از این درخواست‌ها رو قبول نکرد. اما خیابانی و حزب دموکرات تبریز دسته تنقیدی اون رو خیلی مورد آزار و اذیت قرار میداد. همه اینها باعث شد که کسروی از تبریز خارج بشه و به شهر شاهندژ در استان آذربایجان غربی بره، ولی بیماری اجازه ماندن در شاهندژ رو به کسروی نداد و کسروی مجبور شد برای معادله به تهران بره. در این زمان عضویت در استیناف تبریز به او پیشنهاد شد و کسروی هم به تبریز برگشت. باید اینو هم بگیم که در زمانی که کسروی در تهران بود شورش حزب دموکرات تبریز سرکوب شده و خیابانی هم کشته شده بود. کار در استیناف تبریز 3 هفته بیشتر طول نکشید و به دستور ضیاءالدین طباطبایی عدلیه بسته شد و کسروی دوباره دچار تنگدستی و بیکاری شد. تا سال 1300 کسروی در شهر تبریز به کارهایی مثل فروش کتابهایش یا تدریس عربی و دیگر علوم مشغول بود که در همین سال همسر اول خودش رو از دست داد. بعد از مرگ همسر کسروی راهی تهران شد و در آنجا دوباره ازدواج کرد و به او عضویت استیناف مازندران هم پیشنهاد شد که کسروی پذیرفت و راهی مازندران شد. سردار سپه که در آن زمان رضاخان بود برای سرکوب شورش در سوادکوه عازم مازندران بود و کسروی هم به همراه سپاه رضاخان به مازندران وارد میشه. بعد از گذشت مدتی استیناف مازندران هم از هم میپاشه و کسروی به دماوند فرستاده میشه. کسروی بسیاری از آثارش رو در همین زمان نوشته. کسروی تا زمان نخست وزیری رضاخان در شهرهای زنجان، قزوین در عدلیه مشغول کار بوده. در زمان وزارت عدلیه توسط معاضدالسلطنه کسروی به تهران خوانده شد و مأموریتی براش تعریف شد. در آن زمان در خوزستان آشوب‌هایی توسط اعراب جدایی طلب به رهبری شیخ خزعل در جریان بود و شیخ خزعل با حمایت انگلیسی‌ها توانسته بود طرفدارانش رو مسلح کنه.
و خوزستان رو از حاکمیت مرکزی قاجار خارج کنه. حکومت از کسروی خواست که به خوزستان بره و عدلیه رو در اونجا سرپا نگه داره. کسروی همین درخواست رو پذیرفت و از راه عراق وارد خوزستان شد و در شهر شوش مستقر شد. داستان کامل شیخ خزعل و جدای طلبی خوزستان رو در یک ویدیو به صورت جداگانه توضیح خواهیم داد. فقط تا همین حد بدونیم که شیخ خزعل شکست خورد و خوزستان دوباره تحت حاکمیت مرکزی حکومت قاجار قرار گرفت کافیه. بعد از این اتفاق کسروی دوباره به تهران برگشت. پس از برگشت از خوزستان مدتی بیکار بود و مشغول نوشتن آثار تاریخی و ادبی بود که آثارش مورد توجه پانتورکیسم ها قرار می گرفت. در این زمان بود که حکومت قاجار از بین رفت و پهلوی بر روی کار آمد. از سال 1304 تا ابتدای سال 1309 کسروی در عدلیه کشور مشغول کار بود و به غیر از تهران در سایر نقاط کشور خدمت می کرد. در سال 1308 کسروی در شهر همدان با عارف قزوینی شاعر ایرانی آشنا شد و دوستی میان اینها تا آخر عمرشان شکل گرفت. در سال 1309 اختلافاتی میان کسروی و علی داور وزیر دادگستری ایران ایجاد شده بود که در نهایت به استعفای کسروی از عدلیه و قضاوت انجامید و کسروی مشغول وکالت شد. البته دلیل دیگه‌ای هم برای استعفای کسروی بود. در زمانی که کسروی رئیس عدلیه تهران بود، فردی ناشناس نامه‌ای را جلوی ماشین رضاخان انداخت. توی اون نامه کسروی رو متهم به رابطه با همسر خودش کرده بود و رضاخان هم دستور به محاکمه کسروی رو داد. یکی از دو قاضی که وظیفه رسیدگی و بررسی این اتهام رو داشت، حبیب الله آموزگار بود که بعدها وزیر هم شد. بعد از قتل کسروی اون در طی سخنرانی ادعا کرد که رضاخان درخواست محاکمه کسروی رو داشت. در حالی که این ادعا هنوز ثابت نشده بود مجبور شدیم کسروی رو 2 رتبه تنزل دهیم و کسروی هم در اعتراض به این حکم دادگاه و عدلیه رو کلاً ترک کرد. کسروی در سالهای پایانی عمرش نقدهای سنگینی در آثارش به مذهب شیعه، تصوف و بهائیت وارد می‌کرد و عقاید اونها را به طور شدید می‌کوبید. همچنین کسروی نسبت به برخی شاعران ایرانی مثل حافظ و سعدی نقدهایی را وارد می‌کرد و حافظ رو شاعرک یاوه‌گو و سعدی رو مرد ناپاک می‌خواند. کسروی و پیروانش یک دی هر سال رو در دهه 1320 به عنوان روز کتابسوزی برگزار می‌کردند و در اون مراسم به سوزاندن کتاب‌های مضر از نظر خودشون می‌پرداختند. از جمله این کتاب‌ها میشه به دیوان حافظ، رمان‌ها، کتاب‌های بهائیان و دیگر کتاب‌ها اشاره کرد. کسروی شیعه، تصوف و بهائیت و همچنین مکتب آتئیسم رو حاصل انحراف بشر از اصل دین می‌دونست. بعد از سقوط رضاخان از حکومت پهلوی، فضای آزادتری ایجاد شده بود و نقد علنی مذهب ممکن شده بود و این برای کسروی خبر خوبی بود، چون میتوانست نقدهاشو به صورت آزادانه بیان کنه. در عوض اسلامگرایان و شیعیان ساکت ننشسته بودند و از دولت خواستار اعدام کسروی و برچیده شدن عقایدش بودند که دولت هم تذکراتی به کسروی داد و حتی جرایمی در دادگاه برایش تعیین کرد، ولی علما خواستار اعدام کسروی بودند. در همین سال بود که فتوای قتل احمد کسروی از مراجع تقلید آن روزگار مثل حاج حسین قمی و شیخ عبدالحسن علامه احمد امینی داده شد. در آن دوران روحانیون مثل آیت الله خمینی این فتوا را تایید کرده بودند و بر اجرای اون تاکید می‌کردند. در این زمان طلبه جوانی به اسم نواب صفوی با خرید 7 تیری قصد کشتن کسروی رو داشت و این عملیات در 8 اردیبهشت 1324 در میدان حشمتیه تهران انجام شد، ولی موفق نبود و کسروی فقط مجروح شد. نواب صفوی بازداشت شد، اما این ترور ناموفق بی‌ثمر نبود و باعث شد گروه فداییان اسلام شکل بگیره و از طرف دیگر روشنفکران و منتقدان دینی سکوت کردند و محافظه‌کارانه عمل می‌کردند. در 15 خرداد 1324 وزارت فرهنگ علیه کسروی به اتهام انتشار کتب غیر فرهنگی اعلام جرم کرد. حسن و علی امامی و دیگر اعضای گروه فداییان اسلام در 20 اسفند همون سال به اتاق دادگستری هجوم آوردند و احمد کسروی و حداد پور رو که منشی کسروی بود به صورت فجیع به قتل رسوندند و قاتلین پس از چند ماه آزاد شدند و پرونده مختوم اعلام شد.
و این بود داستان زندگی احمد کسروی، پژوهشگر، حقوقدان، اندیشمند، تاریخ‌نگار و زبانشناس معاصر ایرانی. اگر از مطالب این ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایک کنید و همچنین برای حمایت از ما لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و انتقادات و پیشنهاداتتون رو توی قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. به امید دیدار.